چرا ملت خراب شود؟ نظامی جور استبداد کی فساد و وحشت بیداد کی زیر سیج و ایرانی به مروت فی قانون آله فریاد کی زیر سیج و ایرانی به مروت فی قانون آله فریاد کی بشر خارقی آدم ببارد بساری کفر ظلم آباد کی وتنداری ضعیف ناتوان وزيري خنجري جلاتاكي بشار خانعي بابا مبارد حصاري كفر ظلم آباتاكي وطن داري چرا جوانی ما حتی بلیلین سجده کنه از الله منحرف شود؟ به خاطر که معلمین سو، معلمین خاین، معلمینی که نعوذ بالله دشمن ملت بود در رأس امی شاگردان قرار گرفت. کدام مصیبت نیست که سری ملت ما آمده باشه، لیکن خبرداری علاج ازی کجاست؟ علاج ازی ایمان نیست، تقوا نیست. ما عقیده نداریم، ما تقوا نداریم. وعده الله حق است. الله میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا، لیکن این مردم تکذیب کردن وعده های مرا، یقین نمیکنه با آن چیزی که من در کتاب خود برش بیان میکنم. تکذیب کردن. چرا ملت خراب شود؟ چرا جوانی ما حتی بلیلین سجده کنه از الله منحرف شود؟ به خاطر که معلمین سو، معلمین خاین، معلمینی که نعوذ بالله دشمن ملت بود در رأس امی شاگردان قرار گرفت. چرا یک معلم عقیدتمند نبود؟ امروز یک تعداد دوستای ما فتواها میده که الا اینجا کار حرام است، اینجا کار حرام است. من میگم عالم دعوتگر، عالم متدین، عالمی که یقینا حق میشناسه، فرض است برش که در مراکز تعلیمی بره. این ملت جوان این سرمایه بزرگه به این خدمه غربیا نگذاره، به این نعوذ بالله کاسالیسای غربیا نگذاره. ذهنی از یار خراب میکنه. چرا ملت خراب میشه؟ مامور چرا خیانت میکنه؟ معلم چرا خیانت میکنه؟ رئیس چرا خائن است؟ از عقیده خبر نداره، به قرآن نمیفهمه، آیات کتاب الله برش معلوم نیست. ای جذاب و محاسبه و گپات از ذهنش نگشته. فیلم دیده، رقصیده، تمام روز در فکر عزیز آنقدر را هراسانده که اگر اینی کار نکنی از گشنگی میموری. جرگی بزرگتان جمع میشه که امریکا نباشه افغانستان میره و غرق میشه. یه عقیده کلی علمایتان بود، بزرگایتان بود. قرآن خوانده بودن، از قرآن عقیده گرفته بودن که رزاق الله است، که رزاق الله متعال است. الله چی میفرماید در این آیت؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها ایمان بیارن، عقیده خود به این ایمانی که در قرآن تشریح شده جور کنه، امی عقیده و باور پیدا کنه و واتقوا و خود نگاه کنه. این کلمه بسیار عام است. خود نگاه کنه از شرک و کفر، از بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری، از گمانای بدی که به الله داره نعوذ بالله خود نگاه کنه و خود نگاه کنه از دوستی کفار، نعوذ بالله از چاپلوسی کفار، از نعوذ بالله نوکری کفار خود نگاه کنه. الله وعده کرده که چیسته؟ لفتحنا علیهم، ما باز میکنم بالایشان برکات من السماء والارض، برکتای آسمان و زمین باز میکنم. برکت وجود نداره. چرا نداره؟ به خاطر که سعی میکنی در خانهش یک مریض جور نشده است که 10 مریض دیگه پیدا شده است. دکتری ما خیانت میکنه، از دروغ به نام کلینیکا جور شده، کلینیک ژاپن و افغانستان، هندوستان، افغانستان. یک پیچکاری را من خودم گرفتم 60,000 و چند 120 چند روپه. این 20 چند روپه را اضافه کرده که اینه عدالت. ملت تباه کرد. بلدنگای بزرگه کرایه میگیره، پوره از یک مریض بیچاره میکنه. چطور مردم غرق نیسته؟